کمپیوتر ما چی بوده کرد؟ او کمپیوتر جان پدر 20 باید با مسیحه ما والا شد کلش از خودت جان پدر پدر جان اگر دانش به خانه در ما نمیجه کار خوبه شکر قربان این کمپیوترات رفیق یک دانه خوبی شده به جان بیاد بچه شکر بردو دیده سید تمزدور جان چیز برگه به آزادی چی جان چطور ازی؟ کار نکنه حیوانازک خوب شمال خریده سلام دیدی جان خوشکور به بالا میشی؟ من گفتم من میدم گفتگی من آوردی؟ تو وقتم شده باشه که فرمایش خودت فراموش شده باشه عزیزم تشکر آقا شکور سای موبایل بیبی جان تا بده بچه شده اینه بیبی جان کسی پوشش برای تا تشکر عزیزم تشکر عزیزم خیره بود که مرا خواستی؟ سوگری خوردادگتم شیلا جان است از او خاطر خواستم که بیایی بخواهی که برم یک جای عزیزم به قدر مصروف هستم به سرخوریدن بیکار نیستم تو لادر درسته برو شاید من وقت کردیم خوب بایی حالی تو گوشه شدی؟ خوب وقت میکنم بیایی نان تیار است بریم خیلی نان بخوریم اسکنون پای آشپزی خواهی جا بوده این قشنگ شده که پایی را اینجا آورده آزه
از کار بیکار شدم اصلا نیست من میبینم خدا یارد ما رفتیم بازار خدا یارد رئیس اون اندیوان سید اونم اون اندیوان سابقه سرور آباد یه خبر بارم نگریستی یک اول بارم نگریستی حیات الله بیادر قربانش میدیدی نه نام خدا صاحب محترم شدی و رئیسم شدی دیگه روزگارکتون نام خدا خوب است مگم چی لازمان یک کمک یک حساب یک کتاب عید معلوم نشد که نام خدا دوام بچه تو خود نامدی که من کسی تو یک کمک میکردم خوب یک خوب حالا نگفتی که خبرهای سری چپ چی خبر است؟ حیات الله بیادر پشت اخبار سر چوک نگرد همین روز اخبار سر چوک خوبش نیست تو چی میگی سردار جان؟ بگو که درباره من اخبار سر چوک چی میگه؟ برو گمش که حیات الله بیادر من که گفتم همین روز اخبار خوبش نیست دیگه خصوص نگرد شک نکو هزار آور بگو که اخبار سر چوک چی قرار است؟ راست میگم خب بگه قناعت میکنی که تو فقط بگوی که کدام چیز است که بچه بیبی حیات الله بیادر من که برات میگم همین روز پشت اخبار سر چوک نگرد که اخبار سر چوک خوب است نیست این برات وقت میکنم به میلیارد سر روش ما پشت اخبار رو نگرد دیگر او بچه سردار بگو که درباره من سر چوک چی میگه؟ حیات الله بیادر قربانشان من که برات میگم شلگی نکو که شلگی خوبیت نداره ناف جیگر خون میشه ما برات میگم که اخبار خوبش نیست مگم که میبینیم بسیار شلستی مجبور میشیم که برات بگویم
خیلی دیگه گوش کن که اخبار سر چوک از چی قرار است. بمی تو گوش گناهگارم شنیدم که میگن، من نمیگم، خبران سر چوک میگن، اونو میگم که خبران سر چوک دروغ هم میگن. بمی تو گوش گناهگارم شنیدم که میگن. چی میگن؟ چی؟ بگو دیگه چی میگن؟ چی میگن؟ من نمیگم، خبران سر چوک میگن. من نمیگم، خبران سر چوک میگن. من تو گوش گناهگارم شنیدم که میگن. من نمیگم، خبران سر چوک میگن. کدوم لحی و روز چی کدکی میگن. میگن که آیت الله رئیس بگو آیت الله رئیس چی میگن؟ بگو چی میگن؟ چی میگن؟ آیت الله رئیس چی کردن؟ چی کردن آیت الله رئیس؟ چی میگن؟ چی میگن؟ بگو نه؟ بگو چی میگن؟ بانکی میگن. دیدی که ما یک جوینی کن من ایلا هر قدر پول بخواهی برات میدم. تو چطور با کدام جرات این حرف با ما میزنی؟ خیلی خود فکر کردی؟ آمن سر یک تلفون میکن. سرباز باید نه زودتر ببر لباسشن رو تجدید برای خیلی علی بگو که
گناهان شنیدم که میگن که بعد از این خدا نگاه کو خم تبیدی. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. ببینید یک انجیوال ما سرسلان هم داره، سابق رئیس بودک. اونمو را گفتیم یک اولش بگیریم که باز گله نکنه. برادر بیا داخل شو. یک تلاشی بده. باز هنگفت برای اصلاح وردیم. خوب بیادر جان. اما تو روبرو میری؟ روبرو؟ دست راست دور میخوری؟ دست راست؟ دو جه اسکر است شامت ثبت میکنه خلاص. برکت دیدیم. قربانتون شد. سلام علیکم قماندان صاحب. علیکم السلام. قماندان صاحب یک انجیوال ما سرسلام هم داره، سابق رئیس بود، آن اینجا پیش ما بندیست است. اونمون را گفتیم یک دفعه بگیریم اگه اجازه تان باشه. نامتان برابر سردار نامت بود. بله شد. ولد دین نامت بود. بله شد. شغل شد در کنه پروسی غریبکاری میکنیم. بله. باقی اونم عیاط الله. آقا چه سرباز؟ عیاط الله را بخوای. راستی شده سلام علیکم. خوب هستی؟ خیرت. خوب هستی؟ خوب هستی قربانتون. شکر سلامت باشی بیادر. سردار بیادر با خدا دمی پیشروی می نمیتو میگشتی میفهمی؟ امشب مرا هیچ خواو نبوده. این سلوت بزن این سلوت بزن این سلوت بزن این سلوت بزن. ما میفهمم که چرا تر خواو نبوده. حتما کیک و خسک خورده سردار بیادر. رای نزن. این دفعه بیادرت بره که میخورم برد امت یک پودر ملتای اصل میارم دل جانت بزن که تو آرام خواو ببرید. خلاص دیگه. او سردار بیادر من کیک و خسکی نمیخوره. گوشتی با تلخه. من انتظار خودت داشتم. عیاط الله بیادر با خودت معلوم است که من از این صبح تا شام دمو وقتا ترک به سر چوک به خاطر از اینکه یک درست اگر غریبی شود مجبوری دیگه اونمون یه مصروف هستم. اگر نمیم اولش چطور میگیرم. مطلب ما می نمی بگو که در اخبار سر چوک چی میگه؟ ای اطلاع بیادر هنوزم تو دمی فکر اخبار سر چوک هستی. دیدی که اخبار سر چوک گفت در کجا رسولده. هنوزم دمی رد اخبار سر چوک هستی. برو پسنی اخبار سر چوک دیگه ایلاق رو دیگه. نه بگو اخبار سر چوک اخبار است. بگو که درباره ما چی میگفتن؟ با خدا ظالم کفی بگو. اوه اطلاع پسنی اخبار سر چوک نگردو بیاده. نه بگو که درباره ما چی میگفتن؟ خود دیگه اطلاع که قدر شلگی میکنی گوش کو. بیادر بمی دو گوش گناهگار شنیدم که میگم. من نمیگم خبرهای سر چوک میگه. اونه به خودت معلوم است که خبرهای سر چوک دروغ هم نیست. یا اطلاع میگم که بعد از این دیگه این میوالی ها قطع نقل نداره. سفر خود هر کی از سفر کنه. چرا با میوالی ها چی دارد؟ چند دفعه گفته بیده که داری کارهای کلانت دست ندن. نمیدم بگو نمیگم نمیدم بگو نمیدم بگو علاج نمیکنم بگو بگو همه تو نیست بگو 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 به تو گوش گناهگارم شنیدم که میگن چی میگن؟
میگن که آیات الله خان رئیس نه جان خدا پیدا کرده. من نمیدونم خبرهای سر چوک میگه. هوتم غافل اوهو یا اطلاع چی شد زوف کردی؟ هوتم غافل برو که آدگیر کدام چیزی نسکه شده کدام جنجال نمانی فرسی هارم باز به اوش که آمدتون نمیخوره دیگه من رفتم خداحافظ